واه، ترنوول مالی 800 میلیارد دلار در سال. چجوری یه بیزینس میتونه به اینجا برسه؟ مرتضی حمزه‌ای طرف اولش فقط یه بازاریاب ساده بود، از این شهر به اون شهر میرفت که پیانو یا آب میبگیری یا یه چیزای شبیه این رو بازاریابی کنه و بفروشه، اونم برای امرار معاش خانواده. هر موقع هم میخواست بره یه نهاری شامی بخوره نزدیک 30-40 دقیقه معطل میشد تا غذا به دستش برسه، تا اینکه دیک و مک رو میبینه. اونا صاحب یه رستوران نقلی پقلی ولی خیلی شلوغ بودن. میره اونجا غذا بخوره، به محض اینکه پولو میده ظرف کمتر از چند ثانیه غذاشو بهش تحویل میدن. شگفت زده میشه این سراسر آمریکا رو برای بازاریابی لوازمی که تو دستش بوده میچرخیده و هیچ موقع ندیده یه رستوران اینقدر شلوغ باشه و اینقدر سریع غذا رو تحویل بده. این شروع داستان بیزینس مکدونالده. پیشنهاد میکنم فیلم فایندر یا بنیانگذار رو همین امشب دانلود کنید و ببینیدش. کلی ایده بهتون میده و پشتکار چند تا آدم رو نشون میده که با سختی زیاد تونستن به یه بیزینس میلیارد دلاری برسن.